تماشاوان هجا خوشکو براین قدر بلند خدای تعالی قرآن کریم سوره آل عمران آیت 86 دبیجه کن والله لا يهدي القوم الظالمين خدای تعالی قوم ظالم هدایت نکن ملتکیم سردستن دولتوی ہے اداروی ہے وی دولت خواه اداره خواه ظلمیت که لملت خواه آن ملت دنینا ظلماویه هری مزنجی او که جی خدای تعالی را دبیشی یا ربی قانونات الجمع ایروز رواج داننه یعنی ام گوری قانونات حرکت ناکن امش خورا قانون و نظام چکن بگوری هوا و نفس خواه بگوری اراده خواه بگوری عقل و منطق خواه ام قانون و نظام دین ارتی بیو خواه و ملت خواه دولت خواه اداره بکن اها اوانا به شکلی آنها دبن ظالم دبن قوم ظالم که یک نوع گلن پری بتابی یک باشی مال خواهی کسی دبن دستی بده هنه دخوته وان و قانون نظام خواهی اداره بکر لسر مهجه و آیت آنه تجاری کرن وقتن دیسا دی سوره مائده آیت 45 دا خدای تعالی دبیجه که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون او کسین که به مای خودش شاندی یعنی به حکم خدای تعالی به قرآن کریم حکم ناکن جخورا قانون و نظام و سیستم دنینا قبول کن بوی خو ملت خوی دارد کن اوانا ظالمن خدای تعالی جوان ظالمه هدایت ناکه و وساد ظلم خدا دوام بکن حتی روشا مرن و خدای تعالی پشت مرنی و بکشن حساب بری و بده جهنمه